بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگر برای همه خواهرانی که در این شب 31 دکامبر 2024 با اینکه مردم با غوغا و با آلودگی به گناه آواره هستند، در این درس عقیده ما، درس شناخت الله و پیامبر، در اون که اگرچه از دوری کیلومترها باشد هستید. الله برکتتان دهد، اصلا کم نباشد. الله پروردگار هر روزتان را بهتر از روزهای گذشته کند و یگان مشکلی به سرتان الهه نآید. امروز خواهران عزیز درس عقیده را دوام می‌دهیم و درس گذشته ما درباره فرزند حسین شهید علی ابن حسین زین العابدین صحبت کرده بودیم و چه خیلی که الان خواهر گذشتن خواهران عزیز درباره همین نسل پیامبر، فرزندان حسین که فرزندان فاطمه و علی هستند، به اندازه که شیعه ها از حد می گذرانند و حتی به مقام خدایی و پیامبری و معصومیت اینها را می برارند که بعضیشان بر الان مدد از اینها می پرسند. اهل سنت تا اندازه خیلی درباره اینها از روی بی انصافی باشد بیخبرند. یعنی من شخصا بعد از همین درس های عقیده چند خواهر خودشون گفتن که هیچ درباره‌شون ما معلومات نداشتیم، هیچ درباره‌شون چیزی نمیدونستیم. از اینکه بی انصاف نباشیم از یک جهت که همچون اهل سنت خانواده پیامبر را شناسیم، از طرف دیگر همان گونه که شیعه ها اینها رو خیلی گفتم بعضی از پیامبر هم بالاتر میدانند، درباره اینها معلومات داشته باشیم که چرا شیعه ها این گونه هستند و باطل بودن عقیده آنها را دانیم و این چنین البته که از سرگذشت این بزرگان، از سرگذشت این پیامبرزادگان برای خود درس عبرت گیریم. در درس عقیده این موضوع را جای کردیم، اگرچه درس ما شرح عقیده طحاوی هست، ولی در عقیده طحاوی که فقط نام های اینها هست و دربارهشان معلومات نیست، من خواستم کاملا برای شما یک معلومات گفته گذارم و انشاءالله آنهایی که در یوتیوب یا در تلگرام بعدن این نوارها رو پیگیری میکنند برای آنها هم یک درس خوبی باشد و استفاده برنده باشیم همگی. امروز درباره فرزند زین العابدین که ابو جعفر باقر نامشان است. باقر یعنی شکافنده، شکافنده علم. از اینکه خواهران عزیز همین نبیره حسین میشوند. ابو جعفر از حد نام خودشان محمد است، لقبشان ابو جعفر، چون پسرشان جعفر صادق هستند که وقت اگر برایمان اجازه داد درباره ایشان هم میخوانیم. از اینکه این نبیره حسین و نبیره حسن هم هستند، یعنی پدرشان پسر حسین، دخترشان ببخشید مادرشان دختری حسن میباشند. یعنی یک فرزند مبارک هستند، محمد پسر علی یا که با لقب ابو جعفر باقر مشهور هستند، چی در نزد شیعه چی در نزد سنت، اهل سنت. ابو جعفر باقر فرزند مبارک هستند که از دو طرف بابایشان نبیره فاطمه و علی هستند، هم از طرف مادری هم از طرف پدری. یعنی مادرشان دختر حضرت حسن هستند و پدرشان علی پسر حضرت حسین می باشند. در زمان زنده بودن حضرت عایشه و ابو هریره به دنیا آمدگی هستند. در کتاب سیر اعلام نبلا میگویند در 56 یعنی سال 56 و اینقدر خیلی گفتم در علم مکانتی بالا داشتند و اینقدر از علم شرعی با خبر بودند که نامشان را چی میگفتن؟ لقبشان را باقر، شکافنده علم، شکافنده علم که علم را پاره پاره کرده است. و در زمان خود از اینکه هم فرزند حضرت زین العابدین بودند که دربارشان گفته گذاشتیم و هم از اهل علم بودن، یگان نفر برایشان طعنه نزده است که ایشان یگان از جهت حفظ یعنی ذهنی یا از جهت اخلاق
یگان کمبودیت داشته باشند. همه تمام علما در زمانشان اتفاق بودند که ایشان باقر هستند، شکافنده علم هستند، از اهل بیت پیامبر هستند و کسی برایشان اگر از ابوبکر و عمر چیزی بدی میگفتند هر کسی که موالات نداشته باشد، در قلبش محبت به ابوبکر و عمر نداشته باشد، من از او بیزار هستم. من چگونه دوست ندارم آنی که پیامبر برای آنها شهادت داده است که از اهل جنت هستند و ابوبکر و عمر از خلفای پیامبر هستند که من به این گواهی میدم. یعنی هر کسی که میخواست از ابو جعفر که خیلی میدانید شیعه ها دیگر نه ابوبکر میماند و نه عمر و نه عثمان، اینها رو حتی لعنت و تماما از اسلام دور هم میکنند. هر کسی که در قلب ذره از شیعگی در آن زمان داشت، به نزد اگر ابو جعفر می آمد، ابو جعفر باقر از او بیزار بودند و در زمان خود خیلی گفتم عالم زمان خود بودند و کسی برایشان طعنه نزده است و میگویند بدانید که سلاح لائمی قبح الکلام، هر کسی که میگوید انسانی بد باشد سلاح وی بد زبانی است، یعنی به شما با بد زبانی هجوم میکند. اونی که سلاح دارد اگر به سلاحش به شما هجوم کند، اونی که چی است بد اخلاق است او با زبانش به شما هجوم میکند. و همین گونه در زمان خود عالم زمان خود بودند و پس از خود فرزند ماندند که انشاءالله الان میبینید که سبحان الله حتی ابو حنیفه و حضرت امام مالک که ما دیگر اینها رو امامان اهل سنت میگیم، آره امام مالک، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام احمد، به امام نام اینها رو نمیگیریم. انا اینها زانو زده بودن یا گفتیم اعتراف کرده بودن به فرزند همین امام باقر که نامشان جعفر پسری محمد می باشد. و امام باقر درباره مرگشان خواهران عزیز اینجا آوردگی است که سنه 14 و 100 یعنی 114 از دنیا رفتن، سال 114 از دنیا رفتن و زمانی که از دنیا رفتن امام مالک و امام ابو حنیفه بودن، ولیکن امام مالک و امام ابو حنیفه از امام باقر نبود، از فرزندشان جعفر صادق که در کتاب‌های تشیع زیادی با همین لقب مشهور هستند، از امام جعفر صادق روایت کردگی هستند. و خواهران عزیز همین امام باقر که الان گفته گذاشتیم حاضر دربارشان صحبت کردیم، سبحان الله ایشان همسرشان نبیره نیو عبیره حضرت ابوبکر می باشد. یعنی اگرچه اینجا شیعه ها داد و فغان میزنن که خیلی حضرت ابوبکر با حضرت فاطمه مشکلی داشت، اینها خیلی به انصافی کردند و چیزی دیگر، اما شاید در کتاب خودشان هم باشد، ولی در کتاب های ما اهل سنت و جماعت با دلیلش ذکر شده است که همین ابو جعفر که نامشان محمد است عبیره حضرت ابوبکر را به زنی میگیرن. عبیره یعنی دختری نبیره حضرت ابوبکر رو که همسرشان هم نبیره اسماء دختری ابوبکر هم نبیره محمد پسر ابوبکر است، یعنی خواهر و برادر با هم به گفته خودمون قدام می شوند. از ویها از همون عائله شده دخترچه رو که میگیرد ابو جعفر میگیرد و ابو جعفر از همان عبیره حضرت ابوبکر همین جعفر صادق تولد میشوند. یعنی چقدر فرزند مبارک که یک طرفشون از طرف مادری رفته میرسد به حضرت ابوبکر، یک طرفشون از طرف پدری میرسد به حضرت علی که خوش به حالشون که چقدر از خانواده در زمان خود پاکیزه از گناه و یعنی نمیگم که عموما به گناه نبود، دور از گناه و این چنین از یک خانواده که بابایشان همنشین پیامبر، همنشینی پیامبر یک طرف استاد، از طرف پیامبر بشارت شده به اهل جنت و خلیفه پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. و جعفر صادق خواهران عزیز خیلی که گفتم از علمای زمان خود هستند که هم حضرت
ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند من از او فقیه‌تر رو ندیدم و هم حضرت امام مالک از ایشان حدیث روایت کردند. در سرگذشت امام مالک چند سال است خوانده بودم که سببی امام مالک بیچاره را دستگیر کردن و حتی دستهایشان را تا اندازه زدن که دستهایشان درست کار نمیکرد و یعنی الله اکبر گفته به بالا مانده نمیتوانستند، محض رابطهشان با همین جعفر صادق بود. یعنی تو با جعفر صادق رابطت خوب است. گویان حکومت آن زمانه چه خیلی میداند، اگرچه آشکار نکند هم، ولیکن بعد از این میخوانیم دیگر فرزندان حسین یا با نبیره های حسین خیلی دشمنی داشتن. امام مالک رو میبرند و زندان میکنند و خیلی حتی شلاق میزنند. و چه خیلی گفتم جعفر ابن محمد یا جعفر صادق در زمان خود علم داشتن و حتی در بعض کتاب ها آمده است که تا 4000 شاگرد داشتن و از سفیان ثوری که از علمای برجسته اهل سنت شروع کرده تا امام مالک و تا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در نزد ایشان نشستند و از ایشان علم گرفتند. و اگر به سخنهای همین جعفر ابن محمد نگاه کنید خواهران عزیز، سبحان الله، بحر یا گفتیم دنیای از حکمت است در داخلش که حاضر من یک چند تاش را اینجا برای شما میخوام ترجمه کرده دهم تا که یعنی میبینید که سخنهایی هست که در حقیقت اگر به آن عمل کرده شود، سخن این پیامبرزاده یا سخن این هم از طرف ابوبکر و هم از طرف علی فرزند مبارک چقدر برای ما کمک میکند. و درباره چه خیلی گفتم از طرف مادری که بابایشان حضرت ابوبکر است، به کسی اجازه نمیدادند که درباره ابوبکر صدیق سخنی بد گفته شود. مثلا در سخن میگویند بدانید که فقها امنا الرسل، فقیهان یعنی آنهایی که اهل فقه هستند و به مردم مسئله های شرعی را میفهمونند، آنها امانتداران پیامبران هستند. آنها امانت پیامبران را به مردم میرسانند. اما اگر دیدید فقیه تکیه به سلطان کرد، یعنی تکیه به پادشاه کرد یا گفتیم رئیس کرد، اون را تهمت کنید، یعنی متهمش دانید، تهمت نه، اون را متهم کنید. متهم به چی؟ متهم به اینکه تو خیانتکار هستی. یعنی اصلا یک فقیه که او امانتدار است، یک عالمی که او امانتدار پیامبران است و وارثان پیامبران است، او اصلا به یک پادشاه چاپلوسی نمی کند، به یک پادشاه ظالم تکیه نمی کند. و تکیه کردن اینجا به معنای چی است؟ هرچی او گفت به او نگاه کرده فتوا دادن است. در سخن دیگرشان میگویند بدانید که شما رزق خود را با صدقه زیاد میکنید و مال خود را با زکات جمع میکنید. یعنی فکر نکنید که صدقه دادید رزقتان کم میشود، زکات دادید مالتان کم میشود. نه، زکات مال شما را برعکس چی میکند؟ نمو یا که زیاده میکند. و بدانید که هر کسی که در صرف و خراجات کردن میانه است، یعنی اسراف هم نمیکند و بخیلی نمیکند، او اصلا غمبغل نمیشود. و این چونین بدانید که هر کسی که پدر و مادر خود را برنجاند، او عاق پدر و مادر است. یعنی میگن این نیست که پدر و مادرت به تو بگوید عاق کردم. هر کسی که من احزن والدیه فقط عقهما، یعنی هر کسی که پدر و مادر خود را غمگین کرد، رنجانید، به عاق آنها گرفتار شد. و هر کسی که در وقت غم با دستانش به سان پای خود میزند، این بی‌صبری او هست و اجرهای او همش از بین می رود. و دوامش را میگویند بدانید که پروردگار به قدر مصیبت شما نگاه کرده به آن صبر میدهد و به قدر امکانیت یا گفتیم به قدر حیات شما نگاه کرده به شما رزق میدهد. اصلا رزق الله داده را شما کم نشمارید. پروردگار به
احوال شما نگاه کرده به شما چی میدهد؟ رزق میدهد. و به فرزندشان، درباره موسی فرزندشان هم صحبت میکنیم انشاءالله، نصیحت کرده میگویند ای پسرم بدان که هر کسی که به داده الله قناعت کند، یعنی هر رزقی که الله برایش داده است به اون قناعت کند، قناعت شکرگزاری کند، ناشکری نکند، در حقیقت او بی نیاز می شود، او به چیزی محتاج نمی شود اگر به چیزی که الله برایش داد به آن قناعت کند. و هر کسی که چشمانش را به مال دیگران دراز می کند، یعنی هر کسی که مال دیگران را نگاه کرده خیلی هوس می خورد که چرا من آن را ندارم، چرا او دارد، او فقیر می میرد، کم بغل می میرد. یعنی اصلا سیر نمی شوند آنهایی که چشمانشان در مال مردم است که چرا اینقدر دارد و من ندارم. و در دوامش میگوید هر کسی که به قسمت الله، به هر چی که الله به او قسمت کرده است راضی نمی شود، او پروردگار را در قضاوتش یعنی در حکمش متهم میکند که چرا به من ندادی، چرا کم دادی. الله میداند که به تو چه اندازه لازم است، چه اندازه کفایه است، این گونه داده است. و در دوامش میگن کسی که حجاب را یعنی پرده را از عورت کسی برداشت، معنایش کسی را اگر خواست شرمنده کند، او خودش در همین دنیا شرمنده خواهد شد، که به این معنا حدیث هم هست. و دوامش میگویند کسی شمشیر ظالمی را اگر تیز کرد خودش با آن کشته می شود. یعنی به هر ظالمی وقتی کمک میکنی خودت از دست همین ظالم میمیری، ظالم به تو هم رحم نمی کند. و دوامش میگویند کسی که برای برادرش چاه کافت خودش در آن داخل می شود یا که الله او را به آن می اندازد. در تاجیکی هم این مسئله هست. و در دوامش میگویند هر کسی که به داخل احمق ها آمیخته شد، یعنی به یک گروهی بیسواد احمقی که احمق رو میدانید نه گفته‌ای به معنا دارد نه کرداری با معنا دارد، یعنی هر کاری میکنه دیگه احمقی است، بی‌معنیگی هست. هر کسی که به داخل آنها داخل شد او تحقیر می شود، یعنی او را دیگران تحقیر میکنند. اما برعکس این هر کسی که با داخل علما آمیخته شد او صاحب عزت می شود، اگرچه اهل علم نباشد. اینش از طرف من از خواهران عزیز، آنهایی که همنشین علما دارند احترام خود را دارند، آنهایی که همنشین جاهلا و بی عقلان را دارند تحقیر هستند مثل آنها، کسی آنها را احترام نمی کند. در دوامش میگویند فرزندم این را بدان هر وقتی که تو چیزی رو میخواهی حتما از بین خویش و تبارت برای خود مشاوره رو بگیر، یعنی از پیش خود به کار دست نزن مگر اینکه تو استشاره کنی یا که مشورت گیری از خویش و تبارت. و همیشه تلاوت کننده قرآن باش و فاش کننده سلام، یعنی با صدای بلند به همه سلام بده، امر معروف کن، نهی از منکر کن. هر کسی که با تو مقاطعه کرد، معنای مقاطعه هر کسی که با تو علاقش را کنده کرد، برعکس تو با او علاقت را قوی کن. و هر کسی که چیزی نگفت به تو، یعنی از روی قهرگی با تو گپ نزد، تو شروع کننده کلام باش. و هر کسی که از تو چیزی را پرسید به او ده. یعنی چقدر نصیحتی هست که میگوین اصلا او با من سخن نمی کند، گویان تو هم خاموش نمان، نه تو شروع کن سخن کردن رو. یعنی البته این اهل دین و خویش و تبار رو میگوید. هر کسی که به نزد تو نمی آید و از تو خبر نمی گیرد، نه چرا مرا خبر نگرفت، نه تو خودت رو او را خبر بگیر. و در دوامش میگوین اما زینهار که از خبرکشی دور شو، چون این خبرکشی بدبختی ها را یا گفتیم بدبینی ها را در قلب مردم جای می کند. و زینهار که تو از آشکار کردن عیب مردم خود را دور بگیر، برای آنکه هر وقتی که عیب مردم را تو فاش کردی یا گفتیم از پی عیب مردم شدی، عیب های خودت در همه جا فاش می شود.
و هر وقتی که چیزی رو طلب کردی جدی آن رو طلب کن، یعنی با تمام قوت آن رو طلب کن، از همه جهت برای آن کوشش کن، چون با کوشش ها انسان هر چیزی که طلب کرد به دست می آورد. و این درباره چی بود؟ درباره سخنهای بود که به پسرشان گفته بودن. و در یا گفتیم آثار دیگر میگویند هیچ زاده، یا گفتیم در حدیث هم در آیت هم آمده است و تزودوا فإن زاد خیر الزاد تقوا، میگوید الله. اینجا هم میگن بهترین توشه این تقوا هست و هیچ چیز بهتر از سکوت نیست. یعنی تو میتوانید سرگب نباشید، یعنی کمگب باشید. در دوامش میگن ولا عدو اضر من الجهل ولا داء ادوأ من الكذب، و هیچ دشمن ضررناکتر از جهل نیست و هیچ درد بدتر از دروغ نیست. یعنی بدترین دشمنی انسان این جهل است، چون از روی جهل، از روی نادانی انسان نه حق پروردگارش را میداند، نه حق خودش را میداند، نه حق دیگران را میداند. و بدترین درد دروغگویی هست که با دروغگویی هم در نزد الله هیچ قدر و قیمت دروغگو ندارد، هم در نزد بندگان الله. و این بود خواهران عزیز درباره بعضی از، اگرچه گفته هایشان خیلی زیاد است، بعضی از گفته های امام جعفر صادق چه خیلی گفتیم. بعد از این پسرشان موسی کاظم می آید. امام جعفر صادقی که امامی هستند برای امام ابو حنیفه، امامی هستند برای امام مالک، و یعنی امامان زمان خود بودند. و حتی درباره همین امام جعفر صادق خواهران عزیز در کتاب های دارقطنی و بعضی از کتاب های سنن آمده است در زمانشان یگان نفر طعنه هم کرده نمیتوانست، از روی اینکه هم از جهت صدقه، چون خانواده پیامبر هستند، هم از جهت علم، هم از جهت مهربانی به مردم خیلی شهرت داشتند. و حتی میگن در موسم حج به بلندی می برآمدند و میگفتند مردم بپرسید من جواب میدهم، مردم مسئله هایتان را از من بپرسید من به شما جواب میدهم. و الله نصیب کرده باشد که ان شاء الله وقتی کتاب های حدیث را میخوانیم، البته کتاب های حدیثی که بعد از 6 کتاب مشهور هستند، زیاد از سخنهای این خانواده پیامبری ها گفتیم جعفر صادق را ذکر کردند. تا اینجا بود خواهران عزیز. خطا نکنم این هفتمین امامی که امام اهل تشیع هستند و در نزد ما هم جایگاه خودشان را دارند. امام اهل سنت هم هستند، اگرچه ما معصومشان نمیدانیم، یعنی انسان بودند و گناه میکردند. حضرت علی را خواندیم، حسن و حسین را خواندیم، زین العابدین را خواندیم، پسر زین العابدین امام باقر را خواندیم، پنجم و ششم درباره پسر امام باقر جعفر صادق را خواندیم که الله نصیب کرده باشد بقیه‌اش را در سایه دیگر دوام میدهیم.